بیایم با هم ثابت کنیم مجموع زاویه‌های داخلی یک مثلث 180 درجه میشه. اولین کاری که میکنیم یه مثلث میکشیم. خب این ضلع پایینش رو امتداد دادم، میگم چرا. میام از رأس بالایی به موازات ضلع پایینی یه خط رسم میکنم. دقت کردین این دوتا خط من موازی هستن. نامگذاری میکنم رأس هامو. 3 تا رأس داریم، A، B و C. تا اینجا که مشکلی نیست. خب میام A رو اینجوری تقسیم بندی میکنم. میگم A1، A2 و A3. قبول دارید که A1 به علاوه A2 به علاوه A3 میشه یه زاویه نیم صفحه. پس مجموعش رو میشه 180 درجه می نویسم. میگم A1 به علاوه A2 به علاوه A3 میشه 180 درجه. خب حالا میگم طبق قضیه خطوط موازی زاویه A1 با زاویه B برابره. پس می نویسم میگم A1 مساوی B میشه و A3 هم مساوی C میشه. حالا توی رابطه بالا به جای A1 و A3 B و C رو میذارم. درسته؟ خیلی راحت. ببینید به جای A1 میذارم B، پس B به علاوه A2 به علاوه C میشه 180 درجه. به همین سادگی. خب اگر این ویدیو آموزشی براتون مفید بوده، برای دیدن آموزش‌های بعدی حتما ما رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت فراموش نشه.